فکرشو بکن یه وانت کارا هست تو ایران که باهاش میشه ماکسیما رو نقطه کرد. آره درست شنیدی، یه وانت پررو قرنیه مشی که از موتور 2000 میتسوبیشی با کد DAE48i استفاده میکنه. این موتور تو حالت عادی 112 حسب بخار قدرت داره. این ماشین 12 سوپاپه ولی یه وانت معمولی نیست. این ماشین حدود 200 حسب بخار قدرت داره. توانایی رنده کردن ماشین‌های شبیه به خودش که هیچ، حتی خودروهای سواری رو هم داره. انجین این ماشین ریز به ریز پیاده شده و کاستوم و تقویت شده و سوار شده. صاحب خوش‌ذوق این ماشین کارش تیون کردن ماشیناست و حدود 500 میلیون تومان براش هزینه کرده. این ماشین پیستون میتسوبیشی لنسر، منیفولد دستساز، سرسیلندر پورتبولی شده، سوزن انژکتور نیسانی و منبع ماکسیمایی داره. یعنی یه شترگاف پلنگ تمام عیار، ولی محصول نهایی یه شاهکاره. اما یه ایراد بزرگ داره که صاحب این ماشین براش هیچ اسمی انتخاب نکرده. مثل 206 سبز کرات که اسم پیشنهاد دادی، تو کامنت ها برای این ماشین هم اسم پیشنهاد بدید. بیشترین لایک هم پین میشه. اگه ماشینی تو محلتون شهرتون هست که ازش ویدیو نساختیم، حتما اسمشو بنویسید تا ازش ویدیو بسازیم. لایک یادت نره.